بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع: الحروف المتحركة. الحركات: فتحة، كسرة، ضمة. درس چهارم: حرفهای متحرکه. حرکت ها زبر، زیر و پیش می باشند. دوستان عزیز، همین زبر، زیر، پیش را در زبان عربی فتحه، کسره و ضمه میگویند. شاید این در بعض منطقه ها، بعض جای ها یا بعض شخص ها اینها را فتحه، کسره، ضمه میگویند و بعض کس ها هم در هر گوشه و کنار دنیا زبر، زیر، پیش میگویند. البته همان کسانی که با زبان تاجیکی و یا فارسی صحبت میکنند. خب دوستان عزیز، همان طوری که میبینیم بالای همان الف حرف های هجا و یا الف با علامت های گذاشته که در بالا دو تای آنها در بالا هست و یک تای آنها در پایان. همین علامتی که بالای همزه استاده است این را فتحه و یا زبر میگویند که صدای ا را افاده میکند و این که در پایان حرف استاده است این کسره و یا زیر میگویند که صدای ای را افاده میکند و اینه که بالای حرف اینجا ایستاده است این را ضمه و یا پیش میگویند که صدای او را افاده میکند. یعنی ا، ای، او صداهای کوتاه هستند. هر جا که این علامت ها بالای حرف آمدن از همین سه صدا دیگه چیزی را افاده نمی کنند. یعنی ا، ای، او. پس ما در ذهنمون بگیریم که هر جا که این علامت ها آمدن همان حرف را ما یا ا می خونیم یا ای می خونیم و یا او می خونیم. یعنی قطعی همان حرفی که بالایش آمده است. مثلا اینجا ببینیم که حرف ه آمده است، بالایش همین علامت زبر و یا فتحه، این را ه میخونیم و اینجا که پایینش آمده است اینجا این حرف را هی میخونیم و اینجا که بالاش ضمه و یا پیش آمده است اینجا این حرف را ما هو میخونیم. هوی کوتاه. خب فهمیده شد دوستان؟ من این حرف را برای آشنا شدن بیشتر با این صداها یک بار تکرار میکنم، شما این را با دقت گوش بدهید. اگر ما کوتاه بگیریم زبر و زیر و پیش را نخوانیم، در اینجا فقط میخوانیم ا، ای، او، ا، هی، هو، ا، ای، او. از اینجا که میخواهیم این درس و یا آریواج ترتیب درسی باقی بماند و یا آسان فهم شود میگوییم الف زبر ا، الف زیر ای، الف پیش او، ا، ای، او.